یه مقاله آکادمیک خیلی مهم که تو آیسپ 2026 منتشر شده میگه که چرا مردم الان دیگه اون 4 تا کشور اصلی یا بیگ فور یعنی کانادا، انگلیس، استرالیا، آمریکا رو به اندازه قبل نمیخوان. هزینه‌های بالا، محدودیت‌های ویزای همراه، محدودیت‌های حق کار پس از تحصیل و مهمتر از همه سقف پذیرش دانشجوها بزرگترین دلیل این مسئله است. تو سال 2021 82% دانشجوها میرفتن این کشورها، ولی الان این 78% شده. در عوض فرانسه و آلمان بیشتر از 400,000 تا دانشجوی جدید گرفتن که یه رشد قابل توجهه. کشورهای آسیایی هم مثل کره خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردن به 300,000 تا مهاجر بیشتر از اون حدشون رسیدن. آمریکا و کانادا که مقصد محبوب خیلی‌ها بودن بیشتر از 50% افت داشتن و جای خودشون رو به مالزی و آلمان و اسپانیا، چین و ژاپن دادن. و کشوری که همه رو شگفت‌زده کرده کشور آذربایجانه که اعتبار مدارکش هر سال رو به بهتر شدن رفته. حالا الان شاید متوجه شده باشید که چرا اسم این مقاله به جای بیگ فور شده بیگ 14. اینجا قراره با هم حرفه‌ای‌تر به مهاجرت نگاه کنیم. یه مقاله آکادمیک خیلی مهم که تو آیسپ 2026 منتشر شده میگه که چرا مردم الان دیگه اون 4 تا کشور اصلی یا بیگ فور یعنی کانادا، انگلیس، استرالیا، آمریکا رو به اندازه قبل نمیخوان. هزینه‌های بالا، محدودیت‌های ویزای همراه، محدودیت‌های حق کار پس از تحصیل و مهمتر از همه سقف پذیرش دانشجوها بزرگترین دلیل این مسئله است. تو سال 2021 82% دانشجوها میرفتن این کشورها، ولی الان این 78% شده. در عوض فرانسه و آلمان بیشتر از 400,000 تا دانشجوی جدید گرفتن که یه رشد قابل توجهه. کشورهای آسیایی هم مثل کره خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردن به 300,000 تا مهاجر بیشتر از اون حدشون رسیدن. آمریکا و کانادا که مقصد محبوب خیلی‌ها بودن بیشتر از 50% افت داشتن و جای خودشون رو به مالزی و آلمان و اسپانیا، چین و ژاپن دادن. و کشوری که همه رو شگفت‌زده کرده کشور آذربایجانه که اعتبار مدارکش هر سال رو به بهتر شدن رفته. حالا الان شاید متوجه شده باشید که چرا اسم این مقاله به جای بیگ فور شده بیگ 14. اینجا قراره با هم حرفه‌ای‌تر به مهاجرت نگاه کنیم.